درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز جمعه 17 ایون و از استودیوی رادیو زودی در شهر پراگا. از این پس در تاجیکستان آنهایی که به کار مست می آیند به آسانی از جای کار یا حداقل معاششان محروم می شوند. وکیلان پارلمان تاجیکستان یک سندی را اصلاح کردند که به کارفرما اجازه می دهد کارمندی را که مست به کار می آید از کارخانه براند. در جلسه مجلس نمایندگان روز 17 ایون وکیلان طرحی اصلاح شده کودکسی مهنت را تصویب کردند که اخراج کارمندان مست از مؤسسه یا شرکت را آسان می کند. به قول وکیلان این سند جوابگوی معیارهای بین‌المللی است. لایحه با تجربه دولت‌های پیشرفته با کنستیتوسیون مملکت با سندهای معیاری حقوقی که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است اساس می‌یابد و تمام آن مناسبت‌های نوی جمعیتی که در دوره استقلالیت دولتی به میان آمدند آنها را فرا می‌گیرد. کودکسی پیشینه کار در تاجیکستان به کارفرما حق میداد کارمندش را برای مست یا زیر تاثیر مواد مخدر آمدن به جای کار از کار اخراج کند، ولی معیارهای اخراج سخت‌تر بود. در زمان شوروی افرادی را که مست به کار می آمدند تنبیه میدادند یا از امتیاز محروم می‌کردند. ده‌ها دانشجوی تاجیک در همایش در شهر دوشنبه قطعنامه وکیلان پارلمان اروپا را تنقید کرده و آن را بی اساس خواندند. در این همایش که روز 17 ایون در دانشگاه ملی صورت گرفت، دانشجویان گفتند قطعنامه وکیلان اروپایی درباره وضع حقوق انسان در تاجیکستان درست نیست و دعوت وکیلان اروپایی برای آزاد کردن از جمله اعضای زندانی حزب نهضت اسلامی یک دعوت بی منطق است. قانون را شکستند، خون ریختند، بر ضد ملت، بر ضد فرزندان ملت، بر ضد برادران خود یراق گرفتند. خواستن تبدلات را به وجود بیارن که این واقعا خیانت است به وطن. اونها را در اروپا حمایت کرده، اونها را از اونها دفاع کرده. امروز ادعا دارن که اون شخصیت ها باید در تاجیکستان آزاد باشد. اولی همین ماه وکیلان اتحادیه اروپا با صدور قطعنامه گفتند در تاجیکستان وضع حقوق انسان نظر به سالهای گذشته بدتر شده است و حکومت باید به حقوق مردم احترام بگذارد. وکیلان اروپایی از حکومت خواستند افراد دیگراندیش و از جمله مخالفان دولت 14 عضو ریاست حزب نهضت اسلامی را که با گناه تروریسم زندانی شدند آزاد کنند. دادگاه شهر کۆلاب یک امام خطیب شهر را با گناه عضویت در سازمان دینی افراطی و برانگیختن عداوت ملی و مذهبی به زندان محکوم کرد. یک مقام نزدیک به تفتیش پرونده روز 17 ایون به رادیو زودی گفت طاهیر اشرف برای پیروی به جریان سلفیا و ارتباط با اعضای گروه دولت اسلامی به 6 سال زندان محکوم شد. محاکمه او هفته گذشته خاتمه یافت. طاهیر اشرف 3 سال پیش جایگزین حاجی میرزا یکی از روحانیان با نفوذ کۆلاب شد و در این 3 سال امام خطیب مسجد محله هلال احمر یکی از مسجدهای بزرگ شهر کۆلاب بود. در شهر خوجند مرکز ولایت سوخت نمایشگاه بینالمللی تجارتی سوخت 2016 آغاز شد. در نمایشگاه محصولات کشاورزی که ولایت برای صادرات زیاد دارد در معرض تماشا گذاشته شده است. در نمایشگاه تاجران و نمایندگان تجارتی از روسیه و قزاقستان و قرقیزستان حضور داشتند. دیپلمات‌های روس گفتند برعکس سال گذشته توجه تاجران کشورشان امسال به تاجیکستان زیاد شد. سال گذشته از اینجا به روسیه عملاً چیزی نفرستادیم. امسال هزارها تن محصولات به روسیه صادر کردیم. سال گذشته خودی صاحبکاران تاجیک به روسیه 170,000 تن محصولات کشاورزی به مبلغ صدها میلیون دلار فروختند. نمایشگاه در مرکز ولایت سوخت برای جلب خریداران خارجی اولین بار است که برگزار می شود و از روز 17 تا 19 ایون ادامه می کند. شام دیروز در تئاتر اپرا و بالت در شهر دوشنبه نمایشنامه تئاتر معلولان جمهوری چین برگزار شد. نمایشنامه آرزوی من نام دارد و هنرپیشگانش با سبک و اسلوب خاص روحیه و خودشناسی ملی مردم کشورشان را نشان می‌دهند. هیئت هنری تئاتر معلولان چین با دعوت حکومت و وزارت فرهنگ به تاجیکستان آمده است و دوام 2 روز در دوشنبه میماند. تئاتر مذکور سال 1987 تشکیل شده است و تاجیکستان 97م کشور است که ساکنانش نمایشنامه زیبای آن را تماشا می‌کنند.
روز پنجشنبه مدو جزر دهان نهنگ را به ساحل و با اطلاق داخلی جزیره یاوی اندونزیا انداخت. گروه‌های نجات میگویند اکثر 30 نهنگ که در ساحل بند ماندند نهنگ‌های جوانند. قسمی از نهنگ‌ها را دوباره به اقیانوس برگرداندند ولی بعضیشان در میان روستانی‌ها بند مانده هلاک شدند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.